سلام محصلین بسیار گرامی و عزیز، امیدوار هستم که خوب باشین. درس‌ها و برنامه اکادمیکتان بخیر بگذره. من میخواستم که در این ویدیو کلیپ خدمت شما روش استفاده از وبکس نشان بدم. اما قسمی که شما میفهمین اپلیکیشن های مثل واتساپ و یا هم فیسبوک مسنجر و یا هم دیگه اپلیکیشن ها فقط به خاطر اهداف شخصی استفاده میشه، ولی چون ما و شما فعلا کرکولم سسکو رو میخوایم تعقیب بکنیم و میخوایم که یک متخصص در بخشایی که از طرف سسکو برای ما و شما محتوا داده میشه باشیم، بنابراین نیاز است که به خاطر کورس های خود، به خاطر جلسات خود از وبکس استفاده بکنیم. شما در گوگل نوشته میکنین WebEx WEBEX، اشتباه نکنین و میاین در قسمت دانلود. شما میبینین که در اینجا شما هم برای کامپیوترهایی که از انتل چپ استفاده میکنن و یا اپل هستن، برای هر دوی شما این اپلیکیشن وبکس هم میتونن که دانلود بکنین. مثلا اگر برای کامپیوترهای مک شما استفاده میکنین، باید همو آپریتینگ سیستمش از 10.15 بلندتر باشه و چپش از 9 M1 به بالا باشه. شما چطور میتونین که ببینین؟ این دمی خود کامپیوترتان در بالا علامه که اپل است، در اینجا کلیک میکنین و بعدا هم بالای About this Mac شما کلیک میکنین. میبینین که این در این قسمت گفته شده که چپ از نوع اپل M2 Pro است، یعنی این کامپیوتر این قابلیت داره که شما در این اپلیکیشن وبکس انستال بکنین و یا هم استفاده بکنین. خب میایم ما دانلود میکنیم. در این قسمت شما اگر متوجه شوین اینجا دانلود میشه. تا یک دانلود شوه ما شما میریم اکاونت نتاکد خود هم یک بار میبینیم. خب در اکاونت خود میایم و بعدا هم لاگین میشیم. مطمئنا همگیتان پروفایل هایتان ساختین و اگر نساختین باید بسازین و روشش هم در ویدیوهایی که قبلا در دسترستان قرار گرفته من شریک ساخته بودم. خب میایم لاگین میشیم و ما قبلا از وبکس استفاده کردیم. زمانی که انستال هم میکنیم شاید برای ما نشان بده که چطور مثلا ما از این اپلیکیشن جهت کمیونیکیشن استفاده بکنیم. خب من فکر میکنم که اپلیکیشن ما و شما وبکس دانلود شده باشه. میبینیم که در این قسمت که وبکس در روی صفحه ما آمده ظاهر شده، یعنی این دانلود شده. بعدا هم شما ممکن در قسمت دانلود کامپیوترتان یا بستگی به این داره که شما در کجا انسترکشن میتین که امی فایل های دانلود شده ایتان در اونجا قرار بگیره. شما چی کار میکنین؟ زمانی که امی وبکس دانلود شد براتان، شما بسیار براحتی ایره میگیرین درگ اند دراپ میکنین در یک قسمت از کامپیوترتان. شما میبینین که در اینجا امی اپلیکیشن فعلا وجود داره و بعدا هم میایم ما این اپلیکیشن یک بار ملاحظه میکنیم میبینیم. خب این اینجا است. مثلا شما دیدین حال بالای از این کلیک میکنین، شما دبل کلیک میکنین و اوپن میگین. زمانی که اوپن کردین میاین میبینین که امی اپلیکیشن وبکس برای شما باز میشه و بعدا هم کاری که شما میکنین اویی است که باید امو اکاونتتان تنظیم بکنین و بسازین. خب
چون من قبل داشتم اتومات من در اکانت خود لاگین شدم، ولی اگر نمی داشتم باز می شد که من بالای زی دبل کلیک بکنم ساین این شوم، و یا هم اگر نداشتم ساین اپ شوم که ایمیل خود زمانی که ایمیلتان شما نوشته میکنین، بعد از او در ایمیلتان یک کد 6 رقمی میه و کد 6 رقمی را میگیرین در محیط خود وبکس پیست میکنین و بعد از او استارت میگن. زمانی که استارت گفتین ای خود اپلیکیشنتان برتان چی میشه؟ باز میشه. شما در اینجا میتونین که مسیج بکنین، مثلا در هر کورسی که هستین. فرض مثال ما کورس هایی که در اینجا داریم Introduction to Cyber Security است، AI Fundamental است و هم Network Basic است. شما بالای از کلیک بکنین تمام معسلینی که در این کورس شامل هستن یا انرول هستن این را بر شما نشان میتن و متاسفانه که اکثریت کسایی که انوایت شدن تا به هنوز اکانت های خود نساختن و از اپلیکیشن جهت تدویر جلسات و همچنان جهت کمونیکیشن استفاده نمیکنن. و ما دید ما همی است که شما باید کوشش بکنین که برای کورس هایتان، برای کورس های سیسکو هایتان وبکس جاگزین برای واتساپ داشته باشین، چون نمیشه که مثلا ما جلسات از طریق واتساپ بگیریم و یا مثلا موضوعاتی که مربوط به کورس است او را از او طریق شریک بکنیم. بنابراین ما ترجیح میتیم که از وبکس استفاده شود. و زمانی که وبکس شما انستال کردین در کامپیوترهایتان و یا در موبایلهایتان، قابل استفاده هم در موبایل است و هم در کامپیوترتان است. شما میاین و کانکت میکنین امرای خود نتاکتتان و اگر گاه با مشکل مواجه شدین شما کم سرچ بکنین در گوگل ببینین که چطور امی انستالیشن ازی میشه. من براتون مراحل گفتم، بازم اگر با مشکل مواجه شدین شما ببینین و چطور میتونین که مثلا کانکت بکنین وبکستان امرای نتاکت پروفایلتان. مثلا از ما آلریدی کانکت هست و میبینیم در اینجا هم اکانت نتاکت ما باز است و هم وبکس ما باز است. من میتونم که با محصلین خود، با کسایی که در کورس ها با ما هستن، من ارتباط داشته باشم و کمونیکیت بکنم. و شما هم اگر بخواین که بعدا در آینده ها مثلا تیم ورک بکنین، به فرض مثال 2-3 نفره یک کار گروپی اجرا بکنه، شما میتونین که بسیار براحتی یک تیم براتون کرییت بکنین و یا هم میتونین که دایرکت شما با یک دوستتان، با یک صنفیتان مثلا شما مسیج بکنین یا وایس کال بکنین یا ویدیو کال بکنین. این در ارتباط به موضوع انستالیشن و استفاده کردن وبکس است. یک موضوع دیگه هم که در کنار از این مورد من میخوایم خدمتتان عرض بکنم، ما تعداد زیادی از محصلین در این کورس ها انرول کردیم و وقتی که برای هر 3 کورس است از تاریخ 14 دسامبر الی 31 جنوری است که تقریبا 1.5 ماه و یا هم بیشتر از 1.5 ماه را ما در این کورس ها داریم که باید سلف استادی بکنیم و کورس های خود بخوانیم. اما اگر از تاریخ 31 جنوری گذشت شامل ماه فبروری شدین، باز این کورس ها بر شما بسته میشن. دیگه شما قادر نیستین که کورس ها را ادامه بتین و بالاخره سرتیفیکیت هایتان را دریافت بکنین. دید ما همی است که کوشش بکنین که در هر کورسی که هستین بسیار با دقت، بسیار با تمرکز بالا درس‌هایتون را دنبال بکنین و بخوانین. بعضی کورس ها مادیول هایش کمک بیشتر است. مثلا نتورک بیسیک مادیولی که داره تقریبا شما میبینین 17 مادیول است و در قسمت اخیر هم فاینال اگزم داره، یعنی کلش باید بخوانین. روز 1 مادیول 2 مادیول حتما باید شما بخوانین
و اگر نخواین باز پسمان میشن. اما کورس های مثل سایبر سیکیوریتی، مثل AI فاندامنتال، اما مادیولایش کم است. اگر آدم واقعا زحمت بکشه در مدت 1 هفته 2 هفته امی کورس ها را میتونه تکمیل بکنه و سرتیفیکیت های خود به دست بیاره. بعضی محصلین از ما سوال کردن، گفتن که آیا ما برای از این کورس ها استاد داریم نداریم، ویدیو ریکارد میشه یا نمیشه. این کورس ها سلف استادی است. ما در سیسکو کورس های داریم که خود شاگرد، خود محصل میره و کورس ها را میگیره، درس میخوانه و خود میفهمانه. کورس های دیگه که هست ما مثلا استادا استخدام میشن، درس میتن و بعد از او امتحان گرفته میشه، مثل CCNA اکادمیک یا مثلا کورس های دیگه که در قسمت سیسکو هست، او توسط استاد ترین میشه. و کورس های دیگه که هست در داخل یک لابراتوار، مثلا باید وسایل سیسکو از قبیل راوترهای سیسکو، سویچ های سیسکو و یا وسایل دیگه که مربوط به کورس های کرکولم سیسکو میشه باید موجود باشه. بنابراین این کورس هایی که فعلا است هم انترودکشن است، بسیار ساده و هم قابل ازی است که شما خودتان پیش ببرین. کسایی که انگلیسی یک کمک میفهمن اونا قادر به این میشن که بسیار بخوبی امی کورس ها را ادامه بدن. باز هم اگر شما سوال داشتین میتونین که من حیث کامنت در امی ویدیو در چینل فیمستک ورلد واید گذاشته میشه، کامنت بکنین و یا هم مستقیما از طریق ایمیل و یا هم از طریق ویبکس با ما به تماس شوین و پیام بگذارین. و در اخیر برای همگیتان آرزوی موفقیت میکنم. کوشش بکنین که از ای به بعد در کورس های سیسکو به عوض چینل های مثل واتساپ و یا هم مثل فیسبوک و یا مثلا اپلیکیشن های دیگه شما مشخصا بیاین از ویبکس استفاده بکنین. موفق باشین. انشالله که درسایتان به خیر و به خوبی پیش بره. آرزوی سعادت و سربلندی بر همگیتان دارم.